اگر فلانی در پارلمان رفت در مقابل فرهنگ فرسوده غرب استادگی کرد، تو هم صاحب اجر و ثواب. اگر فلانی از دین دفاع کرد، تو هم صاحب اجر و ثواب. اگر فلانی در پارلمان رفت از دین خدا دفاع کرده، تو در اجر و ثواب شریک. حالا خودت هستی که انتخاب کنی. چرا ما به خاطر یک نفری که او میره 6 سال 5 سال ایشونوش برده کنم ما خود گناهکار کنیم؟ رأی میتونیم للهی و خدایی بدیم، که باید هم کسانی که شما تسلیم داریم رأی بدیم، چون در بین این افرادی که خود را تندید کرده ما خوبها زیاد داریم، آدمای خوب خیلی هست، اما بیاییم از بین اینها خوبترار انتخاب کنیم، از بین اینها انسانهای شایستر انتخاب کنیم. کسایی که در پارلمان هستن اینا مشرع هستن، یعنی بیمون قانونگذار هستن، اینا هر کدام اله هستن در اینجا. مردم که اینا اختراقات اینا آلهه را به خود اختیار میکنن، یعنی کسایی که در انتخابات سهیم میشن چی نوع که نامزد میکنن خود در انتخابات، بدون شک اینا دلالت به کفر نام میکنه که اینا به این هستن که ما قانون غیر الله را بگذاریم. کسایی که امروز دعوا میکنن که در پارلمان عبارت از شورا هست، این مضحکه بیش نیست. شورا در یک نظام شرعی می باشد، شورا در مسائل می باشد که در اون نص نیست، در قضای اجتهادی می باشد و او کسایی که در شورا اجتهاد میکنن از خود شروط ضوابط دارن، نه در همچون کسایی که ما مشاهده میکنیم کسی که الف با ب را فرق کردن نمیتونه، کسی واجبات سر نماز خود فهمیدن نمیتونه، آیا او مستحق قضیه است؟ زنی که زن فاسقه فاجره می باشه که در داخل آیا هم میتونه که برای ما فتوا صادر کنه، در داخل اجتهاد کنه، اون مجتهده شد در داخل پارلمان؟ این مضحکه بیش نیست. کسایی که در پارلمان قرار دارن اینا آله هستن، اینا خدای ساختگی هستن، در اینجا اینا قانون میگذارن. ببینین شما در همه پارلمان ها مشاهده کنید که عضو پارلمان گفته نمیتونه که ما به این خاطر شراب باید حرام باشه، به خاطر که در قرآن کریم آمده. این گفته نمیتونه که در قرآن آمده که شراب حرام باشه، بلکه او به این استناد به قانون میکنه، به نص قانون که در ماده فلانی در فصل فلانی آمده که به این اساس باید چی باشه، شراب باید حرام بسازیم. پس کسایی که اعضای پارلمان هستن متوجه باشین اینا طاغوت ها هستن، هر کدام طاغوت است و کسایی که اینا رو انتخاب میکنن در حقیقت طاغوت انتخاب میکنن. پس اینا متوجه باشن که اینا هر دو در کفر واقع هستن. دموکراسی خود نظام دموکراسی دو نوع نظام، یکی مستقیم غیر مستقیم. مستقیم نظامی رو میگن که در قریه میتونه که 100-200 نفر یک جا شوه خودشون در مجلس در پارلمان بنشینن، اما در کشورهای که توده‌های مختلف کثیر مردم زندگی میکنه مشکل است که همه مردم در پارلمان جمع شوند. پس این مردم با خود نماینده انتخاب میکنن. پس اینایی که نماینده انتخاب در حقیقت اونا خودشون در داخل اونا ممثل اینا در اینجا است. پس اینا متوجه باشن که اینا هر دو در کفر واقع هستن. اینایی که با آبا و قبای اسلامی خود در این نظام ها رفتن اینا در حقیقت این نظام مشروعیت بخشیدن، این نظام مشروعیت بخشیدن. ما مشاهده میکنیم طاغوت اینا را پذیرفته، وقتی که طاغوت اینا را پذیرفت پس در خود به خود دلالت به این میکنه که اینا از اساسات اسلام تنازل کردن در نزد طاغوت و الا طاغوت مطلقاً پذیرفته نمیتونست. به این متوجه باشین که به این فتاوای قلابی از این مردم بازی نخورین و متوجه باشین که دین خدا، آخرت خدا بازیچی از این مردم نگردن. کسایی که فتاوای قلابی میدهن، این کسایی که با می فتاوا تغذیه میشون و میخورن و مینوشن و در تنعم و در ترفه اینا زندگی میکنن، اینا را متوجه باشین که با آخرتتان بازیچی از این مردم قرار ندین. بیدار